بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امید است که جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. با سامانه احمد نظری در خدمت شما هستم و در ادامه درس‌های گذشته شروع می‌کنیم بخیر. و همچنان نگفته نمونه که یک تشکر خاص دارم از دوستانی که تا اینجا مرا حمایت نمودن و دوستانی که تازه به نوید اکادمی پیوسته است میتوانند این صفحه را لایک، کامنت و با دوستانتون شیر کنید تا از درس‌های کامپیوتر باز نمانند. خب درس آغاز می‌کنیم بخیر. امروز در جلسه امروز ما میریم سراغ فوتوشاپ، یک نرم افزار از کمپانی ادوبی، و فوتوشاپ را معرفی میکنیم که چی کارهای را انجام میده و چی درآمدهایی را میتونیم داشته باشیم و همچنان با صفحه نمایش و امی فوتوشاپ آشنا میشویم. در این دوره ما با یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین نرم افزارهای کامپیوتر آشنا میشویم که نرم افزارهای طراحی در جهان آشنا میشیم، یعنی ادوبی فوتوشاپ یک برنامه حرفه‌ای برای ادیت عکس و همچنان برای طراحی‌های گرافیکی، مثلا گرافیک ادیتس، و همچنان بعد از طراحی‌های گرافیکی ما میتونیم بعضی از پوسترها، بنرها و آیکون‌های تبلیغاتی را هم بسازیم. آیکونز میتونیم بسازیم، بنرها و همچنان پوسترهایی را میتونیم توسط نرم افزار فوتوشاپ ما یاد بگیریم و بخوانیم. و همچنان امروز فوتوشاپ در سراسر جهان توسط طراحان، عکاسان و تولید کنندگان باش فارسی نوشته کنم توسط طراحان، عکاسان و همچنان تولید کنندگان امی تولید و همچنان تولید کنندگان محتوا و حتی شرکت های بزرگ استفاده می شود. اگر شما هم می خواهید مهارت طراحی را به صورت اصولی و کاربردی یاد بگیرید، این دوره می تواند نقطه شروع بسیار خوبی برای شما باشد. و همچنان در این درس اول ما با محیط نرم افزار فوتوشاپ آشنا می شویم. ما با مثلا محیط نرم افزار فوتوشاپ آشنا می شویم. و همچنان یاد میگیریم که چگونه پروژه جدید ایجاد کنیم و نگران نباشید. اگر تازه کار هستید، من تلاش میکنم همه چیز را قدم به قدم با زبان ساده و خیلی روان برای شما توضیح بدهم. و همچنان هدف ما این است که فقط ابزارها را حفظ نکنیم، یعنی خیلی از افراد تلاش میکنند تا ابزارها را حفظ کنند و برای کارهای روزمرهشان استفاده کنند. نه خیر، حفظ اصلا درست نیست و ما نمیتونیم یک چیز را به خوبی یاد بگیریم توسط حفظ. ما فقط کوشش کنیم که یاد بگیریم. یاد گرفتن خودش از حفظ کردن که خیلی مهمتر است و حفظ کردن هیچ راه درستی برای یاد گرفتن نیست. و اگر آماده هستید با انگیزه شروع میکنیم بخیر درس خدا. میریم در قسمت سرچ، با وینکی فشار میتیم، قسمت سرچ باز میشه. اینجا نوشته میکنیم فوتو، معذرت میخوایم، یا نوشته میکنیم که مثلا فوتوشاپ. خب اگر نصب کردگی باشه خب درست است که ظاهر میشه، ولی اگر نصب نباشه باید شما برای نرم افزار و ستاپ ادوبی فوتوشاپ 2024 را و یا هم فوتوشاپ پرو را در کامپیوترتان نصب نموده و در قسمت سرچ فوتوشاپ نوشته کنین، ظاهر میشه و بالای زیر چپ کلیک کنین باز میشه براتون، و یا هم انتر رو بزنین باز میشه.
خب دوستان عزیز، زمان که ما فتوشاپ را باز کنیم این صفحه ظاهر میشه و بعد از این هم بله این صفحه از فتوشاپ ماست که زمان ما در قسمت سر نشته کردیم. این صفحه ظاهر شد و اولین صفحه ای که بر ما ظاهر میشه امی صفحه است که صفحه خوش آمدید گویی است، یعنی welcome to photoshop و یا هم صفحه خوش آمدید. پس ما چند چیز اینجا داریم. drag and drop فایل و ما زمان که فتوشاپ را تازه باز میکنیم این یک صفحه ظاهر میشه برای ما که ما میتونیم هم از اینجا یک فایل را در صفحه کاری خود ایجاد کنیم و همچنان از نیو فایل و یا هم از اوپن میتونیم یک فایل را در فتوشاپ خود ایجاد کنیم. پس ما میرم اول در قسمت نیو فایل یک فایل میگیرم، بعد از او هم تشریحاتی اینجا است و در جلسه های بعدی انشالله تشریح میکنیم. و همچنان ما از این قسمت یک دیفالت یک کستوم که ما کوشش کنیم یا اینچ بگیریم یا هم پیکسلز بگیریم. پس ما میگیم پیکسل میگیریم، مثلا ارزش 2100 باشه و ارتفاعش هایت یا ارتفاعش هم 1500 باشه که هم لندسکیپ و اورینتیشن داریم که ما هم امی لندسکیپشن میگیریم و از دکمه کریت میزنیم. این صفحه برای ما ظاهر میشه. این صفحه که ظاهر شد درس ما چگونه است. ما ابتدا میریم سراغ قسمت تولبارز. مثلا اینی ابزارها را میخوانیم از ابتدا شروع و تا ختم میرسانیم و بعد از او میریم سراغ قسمت منیوها که منیوی فایل، ادیت، ایمیج، لیر، تایپ، سلکت، فیلتر، ویو، پلاگینز، ویندو و هلپ را داریم. یعنی درس ما چگونه است. ابتدا میریم سراغ ابزارها را کامل یاد گرفتیم چون بیشتری از کارهای ما توسط ابزارها انجام میشه. بعد از کنار را به خوبی یاد گرفتیم میریم سراغ قسمت منیوها. از منیوها که تمام شدیم میایم سراغ قسمت لیرز و یا هم امو سمت دست راست که لیرهای ما اونجا است و ما میتونیم یک امی صفحه خود را دلبخوا میتونیم یک تغییراتی برش ایجاد کنیم. البته در قسمت راست ما میتونیم مثلا پراپرتیز بیاریم در این قسمت. ببینین آبی میشه. ما از اینجا کلیک کنم میارم در اینجا آبی میشه، اینجا رهایش میکنم. باز چپ کلیک محکم ایره میارم در این قسمت اعلایش میکنم. باز چپ کلیک محکم ایره میارم در این قسمت اینا. و از قسمت کالرز هم میارم در این قسمت اعلام میکنم. سواچز هم میگیرم در این قسمت. گریدینس هم میگیرم در این قسمت. پترنز هم میگیرم و در این قسمت میندازم. و همچنان ما قسمت لیرز این مهمترین قسمت کار ماست. ما میتونیم توسط لیرها عکس ها و امی فایل های خود مدیریت کنیم که یگانه چیزی که خیلی مهم است در فتوشاپ در قسمت لیرز زمان که ما یک فایل جدید را میگیریم او قلف است و هیچ تغییراتی ما بالای آورده نمیتونیم. در ابتدا باید زمان که فایل را میگیریم اولین کاری که ما میکنیم باید در قسمت لیرز بیایم این قلف از اینجا باز کنیم. این باید یک عادت باشه برای ما. دیدین یک تغییرات ایجاد شد. ببینین این را که بزنم اینی تغییرات ایجاد میشه و همچنان اینجا چنلز داریم و پثز داریم که چینل ها را اینجا میندازم و پثز هم اینجا میندازم. یک لیر اینجا میمونم چون لیر خیلی مهم است در دم دست باید باشه. خب دوستان عزیز این بود از درس امروز ما. اگر تاییدم برایتان خوشایند بود لطفا لایک، سابسکرایب و کامنت و شیر از یادتان نره. خسته نباشید. بسیار تشکر. خدا نگهدار.